همونطور که توی تحلیل قبلی در رابطه با ارز بیت کوین صحبت کردیم و در رابطه با اینکه سطح $104,000 سطح اتکای بسیار مهمی برای بیت کوین هست، خب دارید مشاهده میکنید که این سطح به خوبی عمل کرده و بعد از این شادوهای بلندی ما داشتیم و مجددا رو بالا داره روی یک محدوده‌ای به صورت مثلث داره رنج میزنه. اما توی این ویدیو نمیخوام در رابطه با بیت کوین صحبت بکنم، میخوام در رابطه با میم کوین هایی صحبت بکنم که برخلاف میم کوین هایی مثل SPX که همزمان با بیت کوین شروع کردن به نزول و الان هم میبینید که اون سطح رو شیکوندن و رو پایین دارن حرکت میکنن، یا مثلا مثل ارز USDUC که همونطور که مشاهده میکنید این هم دوباره این سطح رو شیکونده و رو پایین حرکت کرده. بعضی از میم کوین ها هستن که این کارو نکردن، مثل ارز AI16Z، میم کوین در واقع AI16Z که همونطور که مشاهده میکنید خیلی محکم اصلا این سطح رو نشکونده و کاملا پایینش هم یه سری سطوح حمایتی مستحکم داره و همونطور که مشاهده میکنید بسیار الگوی مناسبی داره برای ادامه حرکت صعودی خودش. مثلا مثل ارز توربو که همونطور که مشاهده میکنید باز هم رو همون سطح خودش هست و رو پایین اصلا نشکسته. ارز بعدی که میتونیم معرفی بکنیم ارز ویف هستش که همونطور که مشاهده میکنید دقیقاً رو همون سطح قبلیه و یک الگوی مشخص و ثابتی رو نسبت به هم دارن. ارز مثلا پاپکت هم یک نگاهی بهش بندازیم دقیقاً میبینید که عین ارز توربو هست، همون سطح رو مجدداً حفظ کرده. بنابراین بعضی از میم کوین ها رو شما میبینید که توی این وضعیت بازار هم حتی سطح خودشون رو حفظ کردن، خیلی قدرتمند هستن. این میتونه نشون بده که توی سودهای بعدی بازار میتونن بسیار قدرتمند عمل بکنن نسبت به میم کوین هایی که سریع سطح خودشون رو شیکوندن.